فکر یارو نوسته یا رفته رگبار برداشته. اشاره داشت با رگبار می جنگیم. داشت 117 متر کن میارم بیرون ها دیگه. یادت باشه دیگه من دور میدیم. چرا ببخشید یه ذره بازی لگ داره. ببخشید. خودکشی میکنم. بذار خودکشی کنیم با رگبار برداریم. کجاست؟ چرا از اون ورزد مروت شد؟ چرا از اون هم؟ رفته 117 رو برداشته. نگاه کن. لگ داریم. چه دفعه بعد میخوایم اتر بریم بازی کنیم. شما کامنت بدید که دفعه بعد چی بازی کنیم. دفعه بعد چی بازی کنیم و ما همون اجرا کنیم. میگم این نوب سگه با نیت میندازه میکشه آدم. مشکلی نداره. بچه ما کالاف تازه ریختیم و اکانیمون بند شده بود، پریده بود. تازه ریختیم و اینا. کلا لولم 25 باید بازی کنیم و لولم بیشتر بشه و اینا. لگ داره گوشی، خیلی لگ داره. قدرت هم که میکشه دیگه هیچی دیگه. به نظرم باید لفت بدیم از اول بریم با یکی دیگه بازی کنیم. کیه دیگه اومده بابا؟ بچه هم نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم. من 15 تا شدم. خودم لفت میدم. 15 تا. خداحافظی. بچه ها لایک سابسکرایب فراموش نشه. اما کنید خداحافظی بچه ها.
استیک در حد این نایده بودم من 11 تا شما داریم میریم فعلا 117 تیک جدید چه خفنه بچه ها یا اینجا چه خوشیه همه دوتا میزنم این چه میگیم استایپ میگیم بردار میره رگبار برد گام برد این واسه من کاری نداره زدن این بچه واسه کار نداره بچه میگم دیگه فعلا تازه کلاف ریختیم و اینا داستانه هست مکانم پرید ما این بازی با چند رفیقامون 2-3 سال پیش بازی میکردیم کجا کمپیده بدبخت اگه بخواه کمپی بیا اینجا کمپیده باشتا بچه یه دونه دیگه بزنیم ما خودمون لف میدیم بچه بازی بلد نیست هر کی میخواد با ما بازی کنه آیدیشو بفرست تو کامنت ها من میبینم و درخواست میدم اسممو میذارم و بازی کنیم دیگه خدای حمایت کنیم ما اولامونه تازه شروع کردم من این بچه کمپیوتر اینجا اصلا باید با نیت باشیش من اینجا هم باشی میزنم خب بچه ها این بود ویدیو ما و لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه دمتون گرم تا ویدیو بعدی یا علی تو کامنت ها بگید چی بذارم دفعه بعدی